پهلوونه که خدا بهش یه بچه داد که موهای سفید بود اسمش چی بود؟ خود پهلوون پهلوون سام. اسم بچه پهلوون زال یا دستان. زال یا دستان پیش کی بزرگ شد؟ سیمور. بله. این زال قصه ما با کی ازدواج کرد؟ رودابه. یادت اسم مامان بابای رودابه چی بود؟ نه سیندخت و مهراب شاه مامان بابای رودابه بودن. حالا زال و رودابه بعد یه مدت قرار شد بچه داشتن، بچه‌شون شد رستم. موقع به دنیا آمدن رستم کی اومد کمک کرد؟ سیمور. بله پر سیمور رو انداخت، گفت قرار قوی ترین پهلوون بشی. شد واقعا قوی ترین پهلوون؟ خب این رستم قوی ما رفت اسب انتخاب کرد. اسم اسبشو چی گذاشت؟ رخش. رستم قصه ما با کی ازدواج کرد؟ رودابه که مامانش. نه بچه تهمینه. بچه رستم و تهمینه کی شد؟ سهراب که بله 2 تا ضرب المثل هم داشتیم. پسر خو ندارد نشان از پدر نوش مرد سهراب. حالا لطفاً پادشاه ها رو میخوایم با هم دیگه یادمون بیاد. پادشاه اول شاهنامه کی بود؟ کیومرث یه پسر داشت که پادشاه نشد. سیامک هم یه پسر داشت که شد دومین پادشاه. هوشنگ که آتیش و غارنشینی و اینا رو آوردش. پسر هوشنگ که 3مین پادشاه شد طهمورث خط رو یاد داد. طهمورث دیوبند. پسر طهمورث 4مین پادشاه آفرین جمشید شاه که کلی کار یاد داد، بعد مغرور و خودخواه شد. بعد چی اومد به جای جمشید شاه؟ ضحاک ماردوش اومد شد پادشاه بعدی و اون همه مردم رو اذیت کرد. کی اومدش ضحاکو فریدون به همراه کی اومد؟ کاوه آهنگر و مردم راه افتادن رفتن و ضحاک رو بستن به کوه. و کی شد پادشاه؟ فریدون. چند تا پسر داشت؟ 3 تا. اسمشو یادته؟ ایران ایرج، توران تور، روم سل. حالا به من بگو ببینم نوه ایرج که شد پادشاه بعدی که همون قصه های زال و اینا همونجا اتفاق افتاد. آفرین کی؟ منوچه که این قصه ها پیش اومدش. 7 خان رستم رو میخوام بهم بگی. خان اول خان دوم چشمه آب یا گذشت از بیابون. خان سوم اژدها. خان چهارم خان پنجم زندانی کردن اولاد. خان ششم ارجنگی و خان هفتم دیو سپید. بدرود.